و نمایندگان جناب عالی، یعنی که رئیسان شهر مدیرهای منطقه داشت و خادمان این منطقه، ملاقات امروزه ما شما در پرتو دستور هدایت‌های اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان که موضوع‌های روز را بررسی شده بودند و نقشه گرفته شده است. سرآغاز همین را گفتنیم که ما ملت سعادتمند و خوشبخت هستیم که محض دوران صاحب استقلالی تاجیکستان عزیزمان در پرتو سیاست و دستور و مصلحت‌های خردمندانه و دوربینانه اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان زندگی خوش و آسوده داشته و وطنمان تنج و آرام است. دو نعمت بزرگ است، یکی سلامتی، دیگر امن و ثبات. شکر که با تلاش و زحمت‌های پیشوای معظم ملت از این نعمت‌ها برخورداریم و در یک مورد ما را لازم است با استفاده از دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت در روند امور دولتداری و شکوفایی این وطن اجدادیمان تاثیرگذار باشیم. واقعاً چنانکه که گفتیم دو نعمتی که بسیار قیمت است و بسیار مردم در حالت داشتن این نعمت و قدر این نعمت نمی‌رسند، یکی تن صحت و دیگری که صلح و ثبات. و خدا را شکرگزار هستیم با فضل و کرم و زحمت و تلاش‌های شبانه‌روزی راهبر دولت و دولت و حکومت که امروز سرزمین ما تنج و آسوده است و همین تنجی و خاطر جمعی صلح و ثباتی که فراگیر این سرزمین ما و شما است، باید ما و شما این تنجی و خاطر جمعی را با دست و دندانمان داشته باشیم تا که یکان ضرر یکان خلل از داخل و از خارج و ما ضرر و خلل وارد نشود. با نظر داشت این مطلب میخواهم از پیام حکمتبارشان یادآور شوم که سنه 28 دکتر سال 2021 تاکید داشته بودند. من با مردم عزیز کشور مراجعت کرده هر یکی آنها را دعوت می‌نمایم که بیایید طبیعت تاجیکستان بیشتاسته‌مان را به گلستان تبدیل دهید. آبادی و تازگی آزادگی را از هر خانه و کاشانه سر کرده تا دهات دوردست‌ترین وسعت بخشید. تمام پلنگ‌های وطنمان را خرم و سرسبز گردانید و صاحب فرهنگ و تمدن باستانی بودن خود را به جهانیان ثابت نمایید. این مراجعت پدرانه پیشوای معظم ملت هر یکی ما را هشدار می‌سازد که با وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی از رسالت وطنداری خویش درک دهیم. در علاقه‌مندی به موضوع نیکی و نکوکاری و دست نیازمندان را گرفتن که پیشوای معظم ملت ضمن سخنرانی‌اشان با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین کشور سنه 9 مارس سال روان ما را دستور داده بودند از جانب خادمان دین شهر و ناحیه‌های جمهوری در این سمت یک قطار کارهای سامان داده شد. در عموم طبقه‌های نیازمند جامعه، پیران برجامانده و اشخاص یکتا و تنها، پرستاران خانه سالمندان و یتیمخانه‌ها، عائله‌های کم‌بضاعت و نفران امکانیت محدود داشته مورد دستگیری قرار گرفته بودند. برایشان کمک‌های مادی و مالیوی رسانیده شده. این اقدام ادامه دارد. در تقویت این گفتارها یادداشت می‌شوم که در آیات 90 سوره نحل آمده است به نام خداوند بخشاینده مهربان. خداوند به عدل و احسانکاری و نکوکاری بندگانش را دستور می‌دهد. اینچنین در آیات 195 سوره بقره نیز با این مضمون آمده است: نیکی کنید همانا خداوند بندگان نیکوکارش را دوست می‌دارد. از این دو آیت ما هشدار می‌شویم که نکوکاران را هم آفریدگار و هم مردم دوست می‌دارد. به خاطر این سخن را بیان کردیم که امروز یکی از اون مسئله‌هایی که مردم دست به اسرافکاری و عمل‌های زیاده‌روی را انجام می‌دهند، خوب می‌شد که امروز اگر ماهیت نیکی و نکوکاری را می‌دانستند به جای اون اسراف و اسرافکاری دیده کاری می‌کردند که به یکی از طبقه‌های نیازمند این جامعه، اون عائله‌های کم‌بضاعت، عائله‌های احتیاجمند و اون افرادی که هستند در محل و روستاهایی که ما شما زندگی می‌کنیم، یتیمان و فقیرانی که هستند و جای اون معرکه‌هایی که پر از اسراف و زیاده‌روی‌ها دیده می‌شود دست کمک دراز کنیم. ببینیم که نکوکاران را خداوند دوست می‌دارد، یعنی که همون نکوکاری و احسانکاری ما و شما سبب دوستداری پروردگار قرار می‌گیرد. و در حدیث آمده است از عبدالله بن عمر روایت است که شخص نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و پرسیدند
کدام از مردم و کدام عمل نزد الله دوست داشته‌ترین است. پیامبر عزیز ما فرمودند دوست داشته‌ترین مردم همان طبقه مردمی است که نفعشان به دیگران میرسد، یعنی که منفعتش به دیگرها برسد. و دوست داشته‌ترین عمل نزد خدا همان است که در قلب یک مسلمان شادی و خرسندی وارد ساختن. پس همین که باشد ما امروز فرصت داریم از زمره همان بهترین عمل و بهترین نفر بنده در نزد پروردگار قرار بگیریم. برای این فقط اخلاص و ایمان لازم است.